مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 18 فوریه سال 2022 تخمینا ساعت 19:30 راننده автомашین تمغه اوپل استرا جمعه رمضان سال تولدش 1997 ساکن شهر پنجکند هنگام حرکت در راه ماشینگرد سمت پنجکند سرزم به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته دوچرخران بازاروف مطلب سال تولدش 1966 ساکن امین شهر را پخش نموده است. در نتیجه بازاروف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. سرعت بلند حرکت و رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه همچنین راهها و ماشین های فرسوده از علت های عمده صدمه ها از جمله صدمه های مرگ‌آور در راههای تاجیکستان نام برده می شود.